در همایش علمی نظریوی تحت عنوان قبول اعلامیه خوجند، اهمیت تاریخی و نقش آن در تحکیم صلح و ثبات، توسعه و رشد استوار همکاری‌های کشورهای همجوار تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان در دانشکده بین المللی لواکنت دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان بیشک مهم و سریوقتی برای بلند برداشتن حس ملی و وطن دوستی و ارجگذاری به اقدام و تشبس‌های نجیب و سازنده پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در سمت دوستی و رفاقت بین کشورهای همسایه ارزیابی گردید. اعلامیه خوجند دارای اهمیت بلند سیاسی و تاریخی بوده. امروز همه تلاش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به آن روانه شده است که این تجربه سازنده تاریخی را نسل‌های امروز و آینده با صمیمیت خاص استفاده برند. راهبریت دانشکده ابراز داشتند که همایش امروزه در پرتو برگزاری چهاربینی مهم سمیت سه‌جانبه سران دولت‌های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان که 31 مارس سال 2025 در شهر خوجند دایر شد برگزار می‌گردد. محض تشبوس دیپلماتیای موفق در منطقه و جهان از جانب جمهوری تاجیکستان به آن وادار نمود که مسئله هایی که دوام سالهای طولانی همچون مسائل تهدیدزا ارزیابی می‌گردد حل گردند. قید داشتند مسئولین. واقعا نمایش علمی که امروز وابسته به همایش اعلامیه خوجند که برگزار گردید در دانشکده در یک سطح بلند، چی از جانب معروضه کننده ها چی از جانب شاگردان که برای سوال ها و جواب های پیشنهاد کردند که بیشتر وابسته به صلح و ثبات کشورهای سه جانبه که از خود جمهوری تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان بود. واقعا برای ما جوانان، برای کل دانشجویان این یک همایش بود که صلح چیست و معنای آن را برای کل جوانان دانشجویان پیشنهاد نمودند و بیشتر سخنرانی که از جانب مؤلفانی که باید به معروضه ها برآمد کردند بیشتر برای صلح بود، برای خودشناسی وطن بود، برای زیرکی از دست ندادن جوانان ما بودند. نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان نیز در موضوع اهمیت تاریخی قبول اعلامیه خوجند و گسترش همکاری‌های کشورهای همجوار تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان اندیشه بیان نموده قید داشتند که نزدیکشوی این مملکت‌های همجوار منطقه به تحکیم دوستی و همکاری و رشد اجتماعی و اقتصادی مساعدت می‌نماید که دستاورد بی‌نظیر دیپلماتیای تاجیک با سروری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان می باشد. مردم شریف تاجیکستان همیشه طرفدار صلح و امنیت بوده، مطمئن بر آن هستند که تنها صلح و همزیستی آسایشته برای رشد آینده دولت و خلق و ملت ها مساعدت می نماید. دیگر اشتراکچیان نیز ضمن بیان اندیشه با خوشنودی ابراز داشتند که ملت تاجیک با رهبری پیشوای محبوب خود عرف و عادت و عنعنه‌های هزار ساله خود را دیگرباره احیا نموده همیشه استقبال از صلح و آسایشتگی و حل مسائل سیاسی و اقتصادی را با راه دیپلماتیا و حسن همجواری ارزیابی می‌دارند. واقعا اعلامیه خوجند یک سند تاریخی بود که به امضا رسید و دوستی و رفاقت و همدیگر فهمی را میان سه ملت راه اندازی کرد و ما باید همیشه جانبدار صلح باشیم، صلح را تشویق و ترغیب کنیم و برای رسیدن به صلح عمومی کمر همت ببندیم. تاجیکستان مخصوصا پیشوای معظم ملت توانستند بار دیگر ثابت کنند که دلخواه مشکلات مرزی باشد یا که نزاع‌ها باشد توسط دیپلماتی موفق میتوانیم مثلا راه حل اون را دریافت کنیم. به همین خاطر امروز جامعه جهانی نیاز به صلح دارد، نیاز به آرامی دارد، نیاز به آسایشتگی دارد که هر یکی ما باید در این مسئله ابراز نظر کنیم، مردم را بفهمونیم، مخصوصا جوانان را در روحیه علم دوستی، گومانیستی، انسان دوستی و عموما در روحیه بلند وطنداری تربیت نماییم.
اشتراکچیان همایش علمی نظریوی تحت عنوان قبول اعلامیه خوجند اهمیت تاریخی و نقش آن در تحکیم صلح و ثبات، دوستی و رشد استوار همکاری‌های کشورهای همجوار تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان که در دانشکده بین المللی لواکنتی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان برگزار شد، مقصدناک دانسته در آینده نیز گذرانیدن چنین جمعیت‌ها را برای بلند برداشتن دانش‌های سیاسی و وطن دوستی جوانان مهم و سریع وقتی ارزیابی کرد.